سلام علیکم دوستان. ها؟ مرا گوشه انا میخوام اتوبوسی که میبرید هم پاکستان با پیش. من پیاده رهبر آمدم وار بکنید برادران پیش اومده رسیده میگم که هر زمان ایرانی هر زمینم در سوال من موافقت بر تیم ایران هم میخوام. انا دوستان عزیز هم اتوبوس ها اومد میبرویم رفتیم رس در استادیوم دا بیو انا جست استادیوم میدانی ورزشی نه خیلی یا بتونیم اینا میخوام برادرای میبینی همه تو دوست رسیدیم. اول شکر خدا میگیم در این روزی سعید جمعه همه ما مسلمانان مبارک باشه. من میخوام اتوبوسی که میبرید هم پاکستان با پیش. تاجیکستان با پیش. زنده باشه. این همی برادران این همی آدم این هم باش درومدستان اینا میگه همه تاجیکستان اومده دیگه همه این خیلی بازی من فکر میکنم که در روی دنیا ما ملت تاجیک بار اول است فکر این قدر مخلص در این دولت دوردست بگیم این رو ببین ان شاء الله که میبریم بهترین میشه. اینا برادرای عزیز این همین خب مخلصا این استادیوم درآمدن عینی پر کشوکش اینا. سلام علیکم مردم. ان شاء الله تاجیکستان خمون میبره بازی را ان شاء الله. بدرویم رفته همه خدا را شکر که اوسپیت کردیم. داوای انتظار باشید موندگیش در یوتیوب کانال اما افیل دا من پیاده رهبر آمدم وار بکنید برادران پیش اومده رسیده ایواد پیش ما درس خدیونه نستوه سلام و درودی به پایان با کلی کارزمانان دنیا از که شما با من هر زدین میگم که هر زمان ایرانی هر زمینم در سوال من موافقت بر تیم ایران هم میخواهم و البته که تاجیکستانی با یک مردم دنیا میدونم و فکری من از اینجا که من هر روزی که تماشا میکنم میبینم البته پدر رحمت 2-0 ما البته بر فایده ما تاجیکا است. خداوند بزرگ همه ما شما را در این روز سعید جمعه ما مسلمانان را نگهبان باشد سربلند باشد. وقت ما کمه یک جای میدونیم دیدن میکنیم. چی گفتیم برو بریم رئیس با پیش رئیس نه 2-1. سلام علیکم دوستان. ها یخ بیا که میمونی اینجا دیگه بده برادرو عجایب رسیده اینجا دوشنبه نیست. این اردام مسافت در 2018 چمپیونات ملی شروع کردیم. زنده و سربلند باش بابی جان خدا نگهبانت باشه. زنده باش اکا زنده باش کلی کار بدریم بچه ها. سلام علیکم. خوب یه مقام آدم های در اینجا باور بکنی شانس دی این آدم دی راگو میزنی باگمان رو تیزی که راگو میزنی دیگه تو بدرم هم درون چی گفتیم برادر این آدم دی راگو میزنی باور میکنی اینه دی شما فهمیدین که اینجا اوچراده ایستادگیه. میگم که اوچراده میشه که سکتر 19 ما سکتر 1 داریم با سکتر 1 بریم. میگم هی تو منو اوچراده ایستادگیه نه سکتر 19 که میدونم. سکتر 19 سکتر 1 که کجا باشه. اونجا درون هیاهو رفته است. نه بلوکه درآمدن در کره برام خیلی مردم هیاهوی دوره تست کنیم. ببینیم رشکر کمی در دست باید تاجیکستان اینا. تاجیکستان نه پیش ببین اون هور نگاه کن دایره تاجیکستان در دست شد همه بایرق تاجیکستان ان شاء الله
هم بدی دیما هم خیلی نگاه کردستم هم خیلی نگاه کردستم برادران بدی دیما هم خیلی نگاه کردستم 50 در 50 bayrak o هم در 50% bayrak تاجیکستان داره 50% bayrak اردن من اینجا ده با اینو با قطار ایستاده گنی با قطار اینجا چندم سکتر 15 اونو 13 هم اوچرا دقیق انا اینجا ده با قطار ایستاده گنی این سکتر 13 ها خب باید اوسمه رفتم یک بود یک کرک تو مخیلی میتر برادرو رئیس همیسی را این اونجا در تاجیکستان ها تاقیه شاقیه یه بار میدویم میویم دویدیم برادرو یه بار ما رنگی بدویم این پشتینی برادرون در تاجیکستان اینا سوزه بچه تنجه کارو خوبه همه تین تاجیکستان با پیش رفتیم من را میکنم دیگه تمام هنی ایجاد هم با قطار شید سکتری چنده شما که 12 ما سکتری 2 یک ما سکتری 1 دهیم چه خیلی 1 دقیقه دیدم شما بیایی نه که با ایجا قطاری ها رو ببوریم بگذاریم میزبینی قطاری ها رو گذاشتیم اینجا سکتری 11 اینه برادرو کم کم بفکریم که خطا کردیم السلام علیکم سوجا خسته نباشه زنده باش زنده باشه شما با فکرم کی نه ژورنالیست ایرانی ژورنالیست ایران زبان فارسی زبان و عاشق تاجیکستانم سلام به تمام تاجیکیای عزیز امیدوارم که سربلند در این بازی بیایید بیرون و برید تا فینال خیلی ممنون تشکر زنده باش برادرم سلامت باش اینا دیدم برادرم سکتر 8 نزدیک شدیم خلاصه دیگه باید من ندر اومدم مدرویم اون دیگه سایدرون